اگر درد و گزگز از باسنت شروع میشه و تا پشت ران، ساق پا و یا حتی کف پا و انگشتای پات ادامه پیدا میکنه، ممکنه این درد فقط یک کمردرد ساده نباشه. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان کانال سلامتی با ماساژ. سیاتیک فقط یک علت نداره. گاهی مشکل از دیسک کمر شروع میشه. گاهی تنگی کانال نخایی باعث تحریک عصب میشه. و گاهی حتی یه عضله کوچیک میتونه دردی ایجاد کنه که تا پایین پا ادامه پیدا کنه. این عضله کوچیک اسمش پریفورمیسه. شاید باورتون نشه، اما همین عضله که در عمق باسن قرار گرفته اگر دچار گرفتگی و اسپاسم بشه میتونه روی عصب سیاتیک فشار وارد کنه و درد و گزگز رو به سمت پا ارسال کنه. به این حالت سندروم پریفورمیس گفته میشه. اما داستان فقط این نیست. نشستن و ایستادن های طولانی مدت، کم تحرکی و بعضی وضعیت‌های نامناسب بدن میتونن فشار بیشتری رو به ناحیه کمر و مسیر عصب وارد کنن که علائم و درد رو تشدید میکنه. پس اگر مدت زیادی پشت میز یا پشت فرمون میشینی یا به واسطه شغلت مجبوری ساعت‌های طولانی در وضعیت ثابت بایستی، این قسمت ویدیو رو جدی بگیر. چون قبل از اینکه سراغ هر حرکت اصلاحی بری باید اصلا بدونی که با چه مشکلی طرف هستی و علت مشکل کجاست. سیاتیک از کجا میاد؟ برای اینکه بهتر متوجه بشی تصور کن چند رشته عصبی از قسمت انتهایی ستون فقرات خارج میشن و در ادامه با هم جمع میشن و عصب سیاتیک رو تشکیل میدن. این عصب از ناحیه باسن عبور میکنه و در امتداد پشت ران و ساق پا به سمت پا ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل وقتی این عصب یا ریشه های عصبی اون تحریک بشن، درد ممکنه فقط در کمر احساس نشه. ممکنه از باسن شروع بشه، پشت ران رو طی کنه و تا ساق پا برسه و یا حتی تا کف پا و انگشتان پا ادامه پیدا کنه. گاهی هم به جای درد شدید فرد گزگز، سوزش، بی‌حسی یا احساس برق گرفتگی در پا رو تجربه میکنه. یکی از شایع ترین علتها بیرون زدگی دیسک کمره. یعنی بخشی از دیسک میتونه به ریشه عصب فشار وارد کنه. علت دیگه تنگی کانال نخاییه که باعث میشه فضای عبور اعصاب محدودتر بشه. و همونطور که گفتم در بعضی افراد هم پریفورمیس میتونه در ایجاد علائم نقش داشته باشه. پس یه نسخه واحد برای همه افراد وجود نداره. ابتدا باید علت رو بشناسی و بعد حرکت اصلاحی مناسب رو انتخاب و انجام بدی. اگر مشکل اصلیت دیسک کمره و باعث تشدید درد سیاتیک شده، توصیه میکنم حتما ویدیو قبلی که تو کانال بارگذاری کردم رو ببینید. چون تو اون ویدیو به طور کامل در مورد دیسک کمر صحبت کردم و روش‌های کاهش درد و درمان دیسک کمر رو به طور کامل توضیح دادم. اما اینجا یه اشتباه رایج وجود داره. خیلی ها به محض اینکه درد سیاتیک شروع میشه فکر میکنن بهترین کار اینه که برای چند روز به طور کامل استراحت کنن و دراز بکشن و بی حرکت باشن. اما در بسیاری موارد کمردرد و درد سیاتیک فعالیت متعادل و تمرین‌های مناسب میتونه خیلی نتیجه بخشتر از استراحت مطلق باشه. البته منظورم این نیست که با وجود درد شدید خودت رو مجبور به ورزش کنی. نه بی تحرکی کامل و نه فشار بیش از حد. حرکت درست و
کنترل شده. حالا میرسیم به قسمتی که میخوام حرکت‌های اصلاحی برای کاهش درد سیاتیک رو بهتون آموزش بدم که خیلی راحت تو خونه میتونید انجام بدید. همونطور که بهتون گفتم، اسپاسم و گرفتگی عضله پریفورمیس یکی از اصلی ترین علتهای درد سیاتیکه که میتونید با این تکنیکی که بهتون یاد میدم خیلی فوری و در عرض 3 دقیقه این درد رو درمان کنید و گرفتگی عضله پریفورمیس رو آزاد کنید. به این صورت به پهلو دراز میکشید. هر طرف باسنتون که درد میکنه و هر پایی که درد میکنه باید روی بالا باشه و به سمت مخالف دراز بکشید. مثلا اگر سمت راست باسنتون و پاتون درد میکنه باید به سمت چپ دراز بکشید. پای چپتون رو زمین باشه و پای راستتون رو خم کنید. به این صورت زانوتون روی زمین قرار بگیره و مچ پاتون روی زانوی پای مخالف. در چنین وضعیتی باسنتون کاملا سفت شده. تو این حالت همون قسمتی که روی باسن آمپول میزنید رو با نوک انگشتاتون خیلی ملایم با یه فشار معمول به صورت دورانی ماساژ بدید که این تکنیک باعث آزادسازی عضله پریفورمیس میشه و در نهایت خیلی فوری بهتون قول میدم فقط کافیه 3 دقیقه این کار رو انجام بدید تا تأثیر شگفت‌انگیز اون رو برای درمان درد سیاتیک ببینید. خیلی ملایم به صورت دورانی ماساژ میدید و بعد از 2 تا 3 دقیقه ماساژ خیلی ملایم به همین صورت روی همین نقطه آروم با مشتتون ضربه میزنید که این تکنیک باعث تحریک عضله پریفورمیس میشه و تشدید خونرسانی اون رو انجام میده. این تکنیک رو میتونید برای هر دو پاتون انجام بدید. بعد به اون سمت بخوابید و روی باسن سمت مخالف انجام بدید. برای انجام حرکت دوم روی صندلی بشینید. دقت داشته باشید. ابتدا یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم که نیاز نیست از روز اول برای انجام حرکات اصلاحی خیلی پرفشار حرکات رو انجام بدید، چون باعث آسیب به بدنتون میشه. از روز اول خیلی ملایم شروع کنید و به مرور زمان در طی روزهای بعد این فشار رو زیاد کنید. روی صندلی بشینید و پایی که درد میکنه روی پای مخالف بذارید. با دستتون زانو رو یه مقدار به سمت پایین فشار بدید و به سمت جلو خم بشید و تو همین وضعیت 5 ثانیه نگه دارید و به حالت قبل برگردید. مجدد زانو رو به سمت پایین فشار بدید و به سمت جلو خم بشید. 5 ثانیه نگه دارید و به حالت قبل برگردید. این تکنیک رو در طول روز 3 مرحله و هر مرحله حدود 4 تا 5 دقیقه تکرار کنید. برای انجام حرکت بعدی روی زمین دراز بکشید. دقت داشته باشید اون پایی که درد میکنه باید روی پای مخالف قرار بگیره. پاتون رو روی پای مخالف میذارید و پاتون رو جمع میکنید به سمت شکم. با دستتون از زیر پا قلاب میکنید و به سمت خودتون میکشید و نگه میدارید. 5 ثانیه نگه دارید و مجدد آزاد کنید. من با پای دیگه هم انجام میدم که کامل ببینید. پایی که درد میکنن رو روی پای دیگه بذارید و با دستتون از زیر پا قلاب کنید و به سمت خودتون بکشید و 5 ثانیه نگه دارید. اگر انجام این حرکت براتون سخته میتونید با استفاده از یه شال یا روسری از زیر پاتون رد کنید و دقیقاً از زیر زانو به سمت خودتون بکشید و 5 ثانیه نگه دارید و بعد از اون رها کنید. این تکنیک رو هم میتونید 3 مرحله در طول روز انجام بدید و هر مرحله حدود 4 تا 5 دقیقه. در کنار این تکنیک ها حرکت رکوع و سجده که تو ویدیو قبلی در مورد دیسک کمر در موردش توضیح دادم و آموزش دادم هم برای درمان درد سیاتیک فوق‌العاده موثره. مخصوصا حرکت رکوع که بهتون یاد دادم.
حتما برای دیدن این حرکت به ویدیو قبلی مراجعه کنید که کاملا روش صحیح انجام اون رو ببینید. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید که در صورت نیاز بتونن از این تکنیک ها استفاده کنن. و اگر دچار درد سیاتیک هستید تو کامنت ها برام بنویسید که بیشتر تو کدوم ناحیه از پاتون درد رو حس میکنید که بتونم راهنماییتون کنم. اما هنوز یه نکته خیلی مهم باقی مونده. یه روغن ترکیبی برای ماساژ درد سیاتیک بهتون یاد میدم که تأثیر حرکات اصلاحی رو چند برابر میکنه. ماساژ باید به صورت دورانی با استفاده از روغن و با فشار متعادل انجام بشه. برای درست کردن این روغن شگفت‌انگیز نیاز داریم به روغن سقز، روغن بابونه و نکته مهم اینجاست. برای افراد لاغر روغن بادام شیرین و برای افراد چاق روغن بادام تلخ باید استفاده کنید. این سه تا روغن رو به نسبت مساوی با هم ترکیب کنید و برای ماساژ درد سیاتیک از این روغن شگفت‌انگیز استفاده کنید. این نکته مهم رو یادت باشه که سیاتیک فقط به معنی کمردرد نیست. ممکنه از باسن شروع بشه تا پشت ران، ساق پا، کف پا و حتی انگشتان پا ادامه پیدا کنه و میتونه علتهای متفاوتی مثل بیرون زدگی دیسک، تنگی کانال نخاع و همینطور گرفتگی یا اسپاسم عضله پریفورمیس داشته باشه. پس اگر علت رو درست تشخیص بدی میتونی روند درمان رو خیلی سریعتر طی کنی. و نکته مهم این که یادت باشه برای بهتر شدن کمردرد و درد سیاتیک بیشتر استراحت کردن و استراحت مطلق راه حل نیست. گاهی میتونی با انجام صحیح حرکات اصلاحی خیلی بهتر و سریعتر به نتیجه برسی. امیدوارم با انجام این تکنیک ها نتیجه مطلوب رو به دست بیاری. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با کانال سلامتی با ماساژ. سلامتی گوارای وجودتون.